امام‌الدین از شهر کولاب می‌نویسند که دروغگویی بر من عادت شده است. چی طور آن را از خود دور کنم؟ واقعا دروغگویی یک خصلت معینی خاراکتر انسان است یا فعل انسان به شمار می رود و آن را همچون یک خصلتی بسیار منفی و بد توصیف می دهند و باید گفت که این خصلت خصوصیت مادرزادی را ندارد. این خصوصیت در روند تعلیم و تربیه انسان، در روند فعالیت حیاتی شکل می گیرد. پس ما کوشش کردنمان ضرور است که تخمه اساسی دروغگویی در کدام دوره سن و سالی کاشته می شود که انسان من بعد همین خصلت در وی استوار می گردد، شکل می گیرد، مستحکم می شود و به فعلی دائمی استوار او مبدل می گردد. در دوره 3 سالگی کودک که حسی معرفتیش بیدار می شود و همه چیز را دانستن می خواهد، کنجکاو می شود، با سوالهای زیاده به اطرافیان، به کلانسالان، به والدین می خواهد که جوابی واقعی و درستی سوال خود را پیدا کند و از این رو این دوره را همچون یک دوره چراگویک ها در علم روانشناسی سن و سالی توصیف می دهند و بنابراین وقتی که کودک با سوالهای بسیار هم مرکب و می خواهد که بداند دنیا را سوالها می دهد، آنگاه کلانسالان بعضا عاجز می مانند در نزد سوال بسیار هم مرکب داده شده و بنابراین گویا برای از همین وضعیت برآمدن خود کلانسالان جواب نادرست را یعنی دروغ را می دهند و این دروغ را کودک قبول می کند همچون عمل، همچون گفتار، همچون اندیشه درست قبول می کند و این دروغ را به همسالان خودش واقعا پهن می کند. گویا که تخمه دروغگویی در وجود این کودک الحال کاشته شد و در او شکل گرفته ایستاده است و او این عمل را باز به دیگران، این اندیشه را به دیگران میگوید. یک عمل دروغ، یک گفتار نادرست، یک جواب نادرستی بر دروغ واقعا پهن شد. پس سوال پیدا می شود که این خصلت در زمینه خشک و خالی به عمل نمی آید، بلکه ما خودمان در روند تعلیم و تربیه این خصلت را در وجود واقعا خردسالان، کودکانمان و فرزندانمان تربیه می کنیم. ما خودمان باید تغییر دهیم، ما خودمان حقیقت را همیشه بگوییم. در همه گونه حالتهای مرکبی که بیوسته به عمل می آید ما باید حقیقت را به خود فرزندانمان گفتنمان ضرور و در صورتی اگر ما عاجز مانیم ما می بایست که بگوییم که عین زمان این سوال جواب خود را ندارد یا خام است یا من بعدتر میگویم این سوال را، ولی نشاید بی‌واسطه جواب بر دروغ را گفت. پسیخولوژی کودکان این انعکاس عالم پسیخولوژی کلانسالان است. پس چون این که باشد پس ما خودمان باید مساعدت نکنیم، زمینه نگذاریم به تخمه دروغگویی در وجود فرزندانمان. آیا امکانی از خود دور نمودن این عادت وجود دارد؟ بله، وقتی که انسان وقتی که در عائله این عمل را می‌بیند ولی باز دیگر نهادهای وجود دارند در دولتمان، در کشورمان، در جامعهمان، مؤسسه‌های تا مکتبی وجود دارد، مکتب وجود دارد. وقتی که آنها در مکتب باز با ارزش‌های گوناگون انسانی، اخلاقی، معنوی واقعا روبرو می‌شوند، صاحب مدنیت می‌شوند، صاحب عقل می‌شوند، صاحب خرد می‌شوند، این ارزش‌ها امکان نمی‌دهد که دروغ در مابین آن باشد. بنابراین زندگی خودش وی را بارها به واسطه می‌سنجند که دروغ زمینه ندارد، عاقبت‌های بد را می‌آورد. خرد همیشه به واسطه باید نظارت کند عمل خود را. دروغ
تاریکی معرفت است که در جامعه ظلمت ریشه می‌گیرد. در احاطه جهالت بیشتر افراد چهره راستی را فراموش کرده نزد دروغ سجده می‌کنند، چون چشم بیشتری در این تاریکی بجز دروغ چیز دیگری را نمی‌بیند. یک نفر زن می نویسند که با شوهرم زیاد مناقشه میکنیم و من آتش قهر و غضبم را بالای سر فرزندانم میریزم. میدانم آنها گناه ندارند، ولی من خودم را اداره کردن نمیتوانم. چیکار کردنم را نمیدانم. در همین ردیف نفر دیگر می نویسند که سلام، من مادر دو فرزندم. هر روز عصبانی میشوم و فرزندانم را زیر آزار و شکنجه قرار میدهم. در این حالتها خودم را اداره کردن نمیتوانم. مسئله قهر و غضب، آتشینی انسان، این مسئله خیلی مرکب است که وقتی که انسان به این حالت هیجانی واقعا گرفتار می شود و خود را نظارت کرده نمی تواند، زیرا نظارت شعور از بالای رفتار محدود می گردد. انسان حسابات داده نمی تواند که رفتار او به کجا می برد، عاقبتش چگونه است. بنابراین اون آدمانی که بسیار در قهر می شوند، پر غضب می شوند و این وابسته است از اونی که در خانواده بین کی اینها مناقشه صورت گرفته ایستاده است. بین زن و شوهر اگر صورت گرفته باشد، پس کمبودی اساسی در آنهاست. اصلاح رفتار آنها را باید کرد. خانه‌ها در زندگی ما بسیار حالت‌های می شود که انسان گاه به قهر می آید، به غضب می آید. حیوانات هم به قهر می آیند، به غضب می آیند. آنها هم هیجان‌های گوناگون را واقعاً از سر می گذرانند، ظاهر می نمایند. پس بیاد یک قیاس کنیم که قهر و غضب انسان از قهر و غضب حیوانات، این موجودات دیگر زنده، چگونه تفاوت دارد. فرقش در چیست؟ فرقش در آن است که انسان می تواند قهرش را اداره کند. چرا؟ چون که به او جمعیت ضمن تعلیم و تربیت شعور داده است، خرد داده است، عقل داده است، اراده داده است. اراده یک عملی با شعورانه است که در برطرف نمودن همگونه مانعه و دشواری هایی که در پیش انسان می آید مدد رسان است، یاری می رساند. پس ما اینقدر آموختیم، اینقدر کتاب آموختیم، اینقدر تعلیم گرفتیم، صاحب خرد شدیم، صاحب عقل شدیم، با وجدان شدیم، اینقدر ارزش های والای معنوی را در وجودمان تشکل دادیم. چرا آنها را همچون یک نوع نظارتچی استفاده نبریم از بالای رفتارمان؟ چرا اعتبار ندهیم؟ چرا سرحد را رعایت نمی کنیم؟ پس معلوم می شود که آنهایی که غضب خودشان را که در ضمن دو نفر دیگر، در ضمن بین واقعا زن و شوهر به وجود آمده است، می ریزانند به سر فرزندان و عاقبت های بسیار ناگوار روانی را بر سر آنها و جسمانی را شاید بیواسطه به وجود آورند. پس یگانه نظارتچی آنها عقل و فراستشان است که فقط به انسان داده شده است. فقط انسان این کار را دارد. ما این مکانیزم ها را چرا استفاده نمی بریم؟ چرا اندیشه نمی کنیم که باز دیگر فرزندان ما را می بینند؟ شرم نمی کنیم از خود آنها که بین خود اینقدر پر غضب مناقشه می کنیم؟ یعنی نگرید بسیار چیزهایی هستند که امروز اصلاحات می خواهند. همه داد و وای و فریاد را ما در حضور فرزندانمان می کنیم. اندیشه نمی کنیم که آنها هم زیر تأثیر این انگیزه بد می مانند، متأثر می شوند. آنها هم حالت روانیشان، حالت روحیشان بد می گردد. آنها سری وقت وظیفه های خانگی استاد را داده را تیار کردن نمی توانند. خوابشان خوب نمی برد. پس نگرید. پس معلوم می شود که قهر و غضب را ضمن اراده بی واسطه برطرف کردن ممکن است و از اراده خود انسان، از مدنیت او بی واسطه وابستگی دارد. چرا در همون لحظه ای که من
در قهر و غضبم پیش فرزندانم برایم؟ چرا من نمیتوانم یک لحظه بیرون برایم هوای تازه گیرم که آتش غضبم خاموش گردد؟ چرا من نمیتوانم دقت خودم را به یگان چیزی دلپسند خود در همون لحظه روانه کنم تا که آتش غضبم خاموش شود و بین بعد فرزندان رویم؟ این با شعورانه اداره کردن حالتهای روانی است. با همین خیردمون این کار را میکنیم، وگرنه به حکم موجودات دیگر زنده شده میمانیم که سرحدها را ما رعایت نمیکنیم. همین را باید به حساب گرفت. نفر می نویسند که باری به صدمه نقلیاتی دچار شدم. از آن روز احساس ترس نمیگذارد که سر چنبریم اتومبیل نشینم. چطور این ترس رو از خودم دور کنم؟ من وقتی که ما درباره ترس گپ میزنیم، انسان در حالت ترس یک از واقعا از سرگذرانی حسی خوف و خطر را به واسطه در وجودش احساس میکند و همین خوف و خطر نمیماند که عمل یا رفتاری را که به نقشه گرفته است آن را به واسطه آغاز کند و در عمل تطبیق نماید. از همین نقطه نظر نفرهایی که ترس از آن که یک مرتبه از صدمه گرفته‌اند، این حالتی است که باید انسان همیشه در جریان من بعد اگر خواهش ادامه دادن همین واقعا کسب را بکند، یعنی اداره نمودن اگر نقلیاتش را بکند و میبایست که زینه به زینه واقعا یک باره نه بلکه زینه به زینه به اجرای عملهای اداره نمایی نقلیاتش یعنی آغاز کند. و وقتی که یک دو زینه عملی اداره کنی نقلیات را اجرا می نماید و خودش احساس می کند که واقعا هیچ خوفی نیست، یعنی یگان عاقبت نداده ایستاده است، یگان احساسی خوف نیست که به ترس ببرد، هراس ببرد. زینه های اساسی ترس وهم و هراسند و وهم و هراس بدن میبرند به ترسی خیلی سخت. و بنابراین وقتی که در زینه های ابتدایی که بشیند سری چنبرک ماشین بگذار سرعت را گیرد یا به حرکت درآرد، این زینه های اولین اداره نمایی است و میبیند که با یک نشستن سری چنبرک ماشین الحال خوف نیست. باز یک عمل دیگری که اداره کنی نقلیات طلب میکند آن را اجرا کند، میبیند که هراس نیست. این مشق اولین شده میماند و نهایت در وجود همین نفر آدم یک عنصر دیگری پسیخولوژی پیدا میشود، باوری به خود. همین عنصر باوری وقتی که در وجود او شکل گرفت و باوری به نیروش کرد که واقعا من واقعا یگان وهم و هراسی نداشتم، اونگاه این نفر آدم از نو میتواند سری چنبرکی واقعا ماشین نشیند. یعنی این کار یک باره نیست، یعنی ما نمیتوانیم از ابیکت ترس بگریزیم. اگر ابیکت ترسی من نقلیات باشد، من توسط در نقلیات بی‌واسطه داخل شدن و وارد شدن و در جریان عمل کردن ها و اجرا کردن عنصرهای گوناگون اداره نمایی آن باوری را حاصل میکنم. شهلا 19 ساله از شهر حصار می نویسند که پدر و مادرم مرا مجبوری به پسر عمم نامزد کردن می خواهند. هرچند که من به او از خردی نفرت دارم، ولی زیدی سخن پدر و مادرم برآمده نمی توانم. خواهش میکنم به والدانم فهمانید که عاقبت عملشان خوب نیست. وقتی که ما درباره ازدواج واقعا جوانان گپ میزنیم، بنیاد حیات عائلوی گپ میزنیم، امروزها نگرید چقدر دولت در مسئله بنیاد عائله قانونها را به تصویب رساندند. حتی در مسئله ازدواج خیش و تباری خیلی جدا مسئله گذاری کردند. ازدواج خیش و تباری نزدیک خیلی جدی مسئله گذاری کردند و در حالت داده شده نیز نشاید بی‌واسطه این مسئله ها را صرف نظر کرد. یعنی ما باید با قانون های
موجوده عمل کننده واقعا جمهوری واقعا رعایت کنیم، آنها را رعایت نماییم، آنها را به حساب گیریم. اینها به منفیت عموما همین رکن ابتدایی جامعه واقعا عائله به شمار می روند. دیگر این که مادام که به طور اجباری به نفر دیگر به واسطه ازدواج را به واسطه براه میمانند، عائله بنیاد میکنند، یک چیز را من گفتنی هستم که عائله بنیاد کردن این اتحاد اختیاری جوانانند و در اینجا نشاید دخالتی به واسطه کرد. پدر و مادر همچون پدر و مادر حق دارند که مصلحت بدهند، مشورت بکنند، ولی خوب میشد که اندیشه به واسطه فرزندشان هم در برابر اندیشه های خودشان بپرسند. به هممان معلوم است که این را هم شریعتمان، شریعت اسلام و هم واقعا امروز علم دنیوی کاملا به واسطه جانبداری میکند. چرا ما یک مرتبه از فرزند خودمان نمیپرسیم شما میخواهید که خوش و خرسندانه زندگی کنند که هر وقت روید و با تبسم شما را پیشواز گیرند؟ البته میخواهید. پس چرا ما یک جای نشسته با فرزندمان نامزد موجوده او را پیدا کنیم موافق باشد تا که زندگی آسوده را هم شما ببینید و آنها هم ببینند. از همین نقطه نظر بعضا پدر و مادران یک رو هم هستند. آنها منفیت های خودشان را، منفیت های زیاده دیگری شخصی خودشان را جامعه عمل پوشاندنی می شوند، ولی اساس بنیاد عائله را که محبت تشکیل می کند، این یک ارزش بسیار والای اخلاقی انسانی است که پایدیوار اساسی عائله در همین زمینه محبت طرفین به عمل می آید. اینها را ما صرف نظر می کنیم و دیگر منفیت ها را، دیگر ارزش ها را به واسطه در پیش نظر می آوریم. بنابراین من به پدر و مادر این خواهر عزیز گفتنی هستم که همین قدمی را که عین زمان آنها گذاشته ایستاده‌اند و همین خشتی را که آنها میگذارند در همین بنیاد عائله فرزندشان، این خشتی نادرست است، خشتی خام است. این خشتی خام است که من بعد ثمره تلخ میدهد و عذابش را باز همین والدین و خود آن فرزندان میبیند. نشاید این کار کرد. سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله آمد و در آنجا در همین ضمن همین مسئله یادرس می شود که این اتحاد اختیاری است. زوراوری والدین در بنیاد عائله نشاید و از جانب قانون به جوابگری کشیده می شود. بنابراین پس بیاید این قانون را که خودی خلق به واسطه جانبداری کرد آن را رعایت کنیم و اگر خواهیم که حیات فرزندمان آسوده باشد، آنگاه ما از همین روز، از همین لحظه سر کرده خشتی پخته بینای عائله نو را گذاریم. عبدالصمد عبدالکریم از دهه نوبهار شهر وحدت می نویسند که پسرم در صنف هفتم تحصیل می کند. او شب و روز با پلانشتش مشغول است. درس نمی خواند. با ما خوب معامله نمی کند. چگونه با او مناسبت کنیم؟ در حالت داده شده من سوال باز به همین پدر و مادر عزیز می دادم که شما مسئولیت پدر و مادری را در روند تربیه فرزندتان که تا به این درجه رسیده است که امروز مناسبت ویران می شود و یک روی و گردنشخی می کند، تا امروز چه کار کردید؟ اون مسئولیت پدر و مادری کجا بود؟ نظارت نکردید تا که واسطه های تکنیکی را چی نوع باید استفاده بود، در کدام ریجه استفاده بود، چی مدت استفاده بود تا که او به وابستگی اساسی رفتار همین کودک تبدیل نیابد. وقتی که ما میگوییم که وابستگی تکنیکی به وجود می آید که با پلانشت او سر و کار پیدا می کند، برای او
دیگر انگیزه ها، دیگر مشغولیت ها، دیگر شغل ها، دیگر کار و بار خانواده، دیگر شغل های دیگر که با تحصیل و با خانواده علاقمند است بیگانه می شود. و در ضمن این گپ نادرایی، چون که وقتی که وابستگی پیدا می شود، وابستگی این یک نوع ظهورات طلبات همین کودک به خودی همان عملی با پلانشت واقعا کار کردن است. تا این طلبات قانع نگردد او دیگر عمل را اجرا نمی کند و به طلبات باطنی او تبدیل یافته است که هر لحظه زمان قانع گردی را می خواهد. بنابراین برای وی دیگر سفارش هایی که والدین می دهند قبول نیست. پس نگرید که سوال پیدا می شود که از کجا پیدا شد این رفتار، از کجا پیدا شد این خصلت، از کجا پیدا شد این وابستگی؟ از عائله. باز برمی آید که ما کلان سالان همان قانون جمهوری تاجیکستان را درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند حالا هم درست درک نکرده ایم. از ماست که بر ماست. برای همین من میخواستم که پدر عزیز را گویم که عین زمان حتما با فرزندشان بسیار هم با یک نرم دلی، با یک فضای سالم نشسته هم صحبت شود. بفهماند که عالمان میگویند که هر قدر بیشتر که کار بکنی با این میتواند عاقبت های گوناگون را به فرزند رساند. من بعد آدم کسل می شود، عصبانی می شود، خوابهای دهشتناک می بیند و بعضا به درجه روحان بیمار می شود، ترسو می شود، با ترس از خواب بر می خیزد. پسرم تو با این پلانشت البته کار کردن خوب است، بیاید همین را یک رژه معین بکنیم. من در یک روز چند وقت به تو امکان می دهم که حتما مشغول شو. این ضرور است. اگر ما به طور قطعی عین زمان مانع شویم این عکس العمل بد را می دهد. بنابراین بسیار هم حلیمانه، مهربانانه با زبان کودک، این حقوق او است استفاده بردن و هیچ کس ما حقوق نداریم که او را، ما فقط طرز استفاده آن را، ضررهای آن را در شعور همین کودک بسیار عاقلانه وارد کردن ما ضرور است که او قبول کند. کاملا یک باره از دستش گرفته در کنار مردن قطعی نمی شود این عمل را برطرف کرد. در این حالت باید با کودکان همکاری کرد. همکاری خیلی خوب، همکاری حلیمانه، از موقع او ایستاده، از موقع کودک ایستاده فکر کرده عمل کردن را یاد گرفتن ضرور است. والدین عزیز، مردی 48 ساله از شهر دوشنبه می نویسند که هرچند 10 نفر فرزند دارم و سینم به جای رسیده است ولی احساس ترس مرا ترک نمی کند. این حالت تا درجه رسیده است که حتی از خانه و بیرون برآمدن نمی توانم. محض ترس در وجودم بیماری های گوناگون را به بار آورده است. سالهای طولانی است که به طبیبان مراجعت می کنم اما شفا نمی یابم. شاید شما مشکلم را آسان کرده می توانید. در حالت داده شده ترس روشن باید باشد که از چیست. انسان ترس چطوری که ما بالاتر تحلیل کردیم، ترس از راندن نقلیات بود، ترس از واقعا از پرواز است، از سمالیات است، ترس از حیوانات است، ترس از بلندی است، ترس از تاریکی است. ترس ها گوناگونند و هر یک نوع، هر یک ترس به طوری به خود خاص ظاهر می شود و عاقبت می دهد. ترسی که در این برادر عزیز ما وجود دارد عین زمان برای ما روشن نیست که ترس از چیست، یعنی سبب ترس، ابیکت ترس از چیست. این را باید روشن کرد و چطوری که یک دو هفته پیشتر در حجره مشورت پسیخولوژی ما ترس از پرواز بود، ما با آنها مصلحت کردیم چی کارها را باید به انجام رساند و در حالت داده شده برای ما روشن نیست. و باز یک چیز دیگر را میگویم که انسان هیچ مراتبه اگر ابیکت ترس روشن باشد نشاید از ابیکت ترس دوری جوید و آن همیشه دنبالگیرش میکند. از همین نقطه نظر
ترسی برادر عزیز ما ترسی مزمن است، ترسی بردوام است، ترسی خیلی کهنه شده است به عباره خلقی گوییم. و در حقیقت در اینجا باید دخالت دکتر هم باشد، یعنی در دایره طبابت به واسطه دکتر هم باید قرار داشته باشد، زیرا خیلی طولانی به واسطه صورت گرفته ظاهر شده ایستاده است. و بنابراین در حالت داده شده مثلا اگر ترس از تاریکی باشد که من برآمده نمیتوانم، پس باید به همین وضعیت هرچی بیشتر وارد شدم، چطوری که من پایانتر گفتم وای وارد می شود به داخل ماشینی که از او می ترسد و آهسته آهسته این پسی سر می شود. این هم به همون وضعیت های گوناگون ترس آهسته آهسته وارد شدنش سر کند. از چی می ترسد نگفت. این زمان مصاحبه ما پسیخولوگ ها در داروخانه علم پسیخولوژی دارو نداریم. داروی ما توصیه است، توصیه را عمل میکنید و اون اصلاح رفتار می شود. بنابراین خوب می شد که روشن می گردید، خوب می شد که به حجره مشورتی ما باز می آمد، ما روشن می کردیم ابیکت ترس را. برای آدمان خردسال دیگرت خیلتر توصیه است. مثلا ما رسمه ها را می گوییم که همان چیزی را که می ترسی همان رسم را بکش. و اون نفری که از سمالیات ترسید که یک سمالیات را بکش، از ابیکت ترس را بکش و بسیار خوب کشید. دیدید یگان جزئیاتش را نپرتافتید، پس شما نمی ترسید. یعنی نگرید که ضمن رسم کشی، ضمن صحبت کردن ها در اطراف همون موضوع انسان آهسته آهسته از وجودش کناره می کند وهم را، هراس را، این زینه های ترسن و سپس ترس خود از وجود انسان، چون که در این زمینه باوریم پیدا می شود که هیچ چیزی نبوده است، فقط یک خیالات من بوده است و من باید با این اراده خودم پسی سر کنم. اگر ما این ترس کار کنیم و هر یک ابیکت ترس را دانیم، با در نظر داشت او توصیه های به خود خاص و موافق با آن کس داده می شود. بنابراین من بسیار می خواستم که این نفر آدم هم ثابت من شود در حجره مشورتی پسیخولوژی ما. بله، واقعا هم ترس چی عاقبت ها داشته می تواند؟ ترس واقعا عاقبت های هم جسمی دارد و عاقبت های هم روانی دارد. عاقبت های جسمی در دایره صلاحیت علمی طب است. دکتران معین میکنند ترس که چگونه عاقبت میدهد، به دل میدهد، به گردش خون میدهد، سلفه های عصبی را پیدا میکناند، بی جرأت میشود، اراده اش شکسته میشود، خوابش نمیبرد، خوابهای کنده کنده به وجود می آید. وقتی که بیخوابی شد، این باز عاقبت های گوناگون جسمی می دهد. پریشانی دقت صورت می گیرد، دقتش متمرکز کردن نمی تواند به این آن ابیکت و اگر همیشه ابیکتی ترس در وجودش باشد هر لحظه دنبالگیرش می کند و بنابراین همیشه می شود که انسان خاطرش پریشان می شود، ارادهش شکسته می گردد و کوشش و غیرت ها نیز کم می گردند. نگرید که همین ها عمل های به شمار می روند که آنها به ساحه ایموشنالی، حسیاتی و ارادوی انسان تأثیری واقعا سختی خودشان را می گذارند. برای همین هرچی پیشتر اگر ما پیشگیری کنیم این را که به آن دو متخصص پیش از همه دخالت می کند، طبیبان حاذق و متخصصان ساحه روانشناسی. جوان دختری می نویسند که 2 سال می شود که با یک جوان یکدیگر ما را دوست می داریم. جوان در همسایگی همان زندگانی می کنند. او دائما از من مبلغ می پرسد و من که او را دوست می دارم خواهشش را رد کردن نمی توانم. چطور از او رها شوم؟ وقتی که ما درباره محبت گپ می زنیم، عشق گپ می زنیم، همچون یک حسیات های بسیار هم عالی اخلاقی گپ می زنیم، با این حسیات ها بازی نشاید کرد. در حالت داده شده وقتی که میگوید که من دوست می‌دارم و هر چیزی که او طلب میکند مبلغ میدهم، آیا او
مشاهده کرده است که همین خیل علنگه محبت جواباً وجود دارد یا فقط پرسیش مبلغ طلب کردن ها؟ همین خودش یک کفایه است برای این دختر عزیز ما که در ترازوی عقلش بماند که این نفر آدم این آن نفر نیست که من بعد او حیات عائلوی را بنیاد کند. در ترازوی عقلش بماند که عائله در صورت بنیاد میگردد که اگر از دو طرف محبت علنگه زند و این علنگه من بعد در جریان من بعده زندگی هر روز باید علنگه زند، بعد این بنیاد می شود. بنابراین در حالت داده شده همین تحلیلی که در ترازوی عقل میکند که این فریب است و این دام تزویر است، دام فریب است، طفیل سخنبازی های زیاده که او میکند به دست آوردن هر لحظه مبلغ است که این لحظه فرا میرسد که اگر اون ندهد همانا او خودش را کناره میکند. بنابراین این چیزی است که قیاس باید کرد، از میدان حسیات ایستاده تحلیل نکرد، در ترازوی عقل ما نه در ترازوی حسیات. امروز این دل باید با مغز سر مصلحت کند، با عقل مصلحت کند که این چگونه مناسبت است. کنی علنگهش ضمنی مبلغ صورت گرفته ایستاده است. مبلغ صورت گیرد، سخنبازی های شیرین به عمل می آید. مبلغ اگر نباشد لقمه پرتی های شیرین صورت نمی گیرد. این را باید با خردانه مشاهده کرد، تحلیل کرد، خلاصه برآورد و همانا قطع مناسبت کرد که نشاید در زندگی با حسیات ها بازی کرد، وگرنه ما می توانیم عاقبت های بسیار ناگوار را پیش خود آوریم. اگر واقعا از خطر میترسیم پس برخیزیم و کاری بکنیم، وگرنه ترس بی‌عملی ما را کوچکتر و خطر را بزرگتر میکند. همیشه باید نگهبان سه چیز باشیم. وقتی تنها هستیم نگهبان افکار خود، وقتی با خانواده هستیم نگهبان اخلاق خود و وقتی در جامعه هستیم نگهبان زبان خود. امروز به سوال‌های شما پاسخ گفتند روانشناس محمدالله دولتов. بیننده‌های عزیز، شما می‌توانید وابسته به حالت‌های روانی به عنوانی برنامه ما مراجعت نمایید. به همه سوال‌های شما روانشناسان ما حتما پاسخ می‌دهند. تا دیداری دیگر، تن صحت و خانه آباد باشید.